ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 30-ро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов бишнавед. در وقت درس من فهمیدم که او آنقدر ملای بد نبوده است و درسی را که می گفت خوب می دانست و نقص فهمانده هم می داد. از این واقعه من همین را پی بردم که برای در بخارا شهرت یافتن و شاگرد جمع کردن آنقدر ملای خوب بودن شرط نبوده، بلکه یک درجه هنرمند و فریبگرتاب بودن و خودستایی کرده خود را ملا نشان دادن، یا اینکه حجره بسیاری را به دست درآورده به ملا بچگانی بی حجره داده آنها را به این واسطه به خود شاگرد کرده گرفتن شرط بوده است. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 7، صفحه 64. این دلیل ثابت می سازد که گرچند تقایی میرقادر مخدوم بر این ملاهای باسواد تا به درجه مدرسی کسبی و حتی داملای کنجکی نرسیده دائما در جستجوی درس خاطرخواهی و یا شاگرد ملا بچه بوده اند، ولی در مثال تعلیمی مختصر الوقایه به صدرالدین و میرقادر مخدوم در شکل درس خاطرخواهی معلوم می گردد که او در علم فقه و شرح و توضیح مختصر وقایه دانش خوبی هم داشته است. همین طور صدرالدین در این سال تحصیل هر روز 4 درس می خواند که 2 تاش درسی درسخانگی در نزد مدرس دامالله محمد اکرام، 1 تا درسش در نزد دامالله کنجکیش ملا عبدالسلام و 1 تاش درس خاطرخواهی در پیش تقایی میرقادر مخدوم بودند. برادر کلانیش سید محی الدین خواجه بعدی از شور کرکی آمدن به واسطه ملا عبدالسلام باز از مدرسه میر عرب حجره یافته به تنهایی استقامت می کرد. صدرالدین باشد در سال تحصیل 1892-1893 با سید سراج الدین خواجه در همان حجره امانتی مدرسه عالمجان که در آن فراش بود یک جایه میزیست. چه تعلیم و تربیه، چه خوانش و چه تأمین معیشی و مادی دادرش به ذمه وی افتاده بود. به سبب آنکه سید سراج الدین خواجه بی سواد بود، بنابر همین صدرالدین در همین سال تحصیل هم هر روز 1 ساعت وقت خود را با او به خواندن الفبا صرف می کرد. او همین طور تا بهار سال 1893 سواد سید سراج الدین خواجه را نیمکاره برآورد. در همان سال تحصیل ذوق و شوق ملا بچه صدرالدین به مطالعه و خوانش و زمزمه اشعار سرآمدان نظم تاجیک و مخصوصاً حافظ شیرازی و کمال خوجندی باز هم زیادتر می گردد. در آن سال تحصیل در این کار و در شعر آموزی و شعر مشق کنی یکی از هم مرامها و هم مسلکان او میرصالح مددگاری اساسیش شماریده می شد، چون که در مدرسه عالمجان غیر از میرصالح کسی نبود که از ادبیات خبر داشته باشد. عینی، کلیات، جلد 7، صفحه 65. در حجره میرصالح ادبیات دوست فقط دیوان حافظ و دیوان کمال خوجندی بود
و خود او باز یک بیاض بسیار کلان داشت که در وی از شاعرانی گذشته و زمانی بیت‌های دلچسب هم با خط خودش که خیلی زیبا بود جایگیر کننده شده بودند. هنگامی که صدرالدین به حجره همین میر صالح می درآمد، از آن دیوانها و بیاض او به قدری فرصت فایده می برد. همانجا جلد 7 صحیفه 65. عینی همین طور از همین سال 3 تحصیلش در مدرسه با توسط همین میر صالح بیش از پیش با آثار شعرای فارس تاجیک و مخصوصاً حافظ و کمال خوجندی شناس می گردد. همین طور در همین لحظه های شعر آموزی و شعر مشق کنی ملا بچه صدرالدین همین رفاقت و همفکری و جورگی با میر قادر مخدوم به صدرالدین امکان دادند که تقایی او مختصر الوقایه را همچون درس خاطرخواهی با او و با جینش گذراند. چنان که در بالا قید شد، تقایی میر قادر مخدومی در جستجوی شاگرد بوده، خود همین پسر همشیره اش میر قادر مخدوم و صدرالدین را به شاگردی خیش می گیرد و آن هر دو را از مختصر الوقایه درس می خواناند. صدرالدین ملا بچه در مدرسه به میتود و اصول تعلیم درجه دانش دامالله‌های کنجکی، دامالله‌های درسخانگی و دامالله‌های درس خاطرخواهی، مکر و فریب بسیار ملاها و مانند آنها بهای خاص خیش را می‌دهد. بنابر همین او به درس خاطرخواهی تقایی شریک درسش میر قادر مخدوم بهای مثبت می‌دهد که درسش را خودش هم نقص می‌فهمیده است و هم خوب می‌فهمانده است. حالان که در بخارای آن زمانه ملاهای شهرت پرست و شاگرد جمع کننده، یک درجه هنرمند، نمایشده و فریبگر و خودستای، خود را ملا نشان دهنده یا اینکه حجره بسیاری را به دست در آورده به ملا بچگانی بی حجره داده آنها را به این واسطه به خود شاگرد کننده خیلی بسیار بودند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 7 صحیفه 64. این مشاهده ها و خلاصه های عینی کس را به اندیشه نآورده نمی توانند که در ماضی و حاضر و آتی و در همه عصر و زمانها، کشور و مملکتها، در بین همه خلق و ملتها چنین به عدالتی های جمعیتی، اجتماعی، علمی و فرهنگی، تعلیمی و آموزگاری و امثال آنها در تعلیم و تربیه افراد جمعیت وجود داشتند، وجود دارند و وجود خواهند داشت. صدرالدین عینی در همین سال تحصیل 1892-1893 تعلیم و تربیه برادر خود سید سراج الدین را نیز دوام می دهد. چنان که در بالا اشاره شد، صدرالدین ملا بچه با دادرش سید سراج الدین خواجه در یکی از حجره های مدرسه آریمجان زیسته و روز 1 ساعت با او درس خوانده تا بهار سال 1893 سوادش را می برارد و او را برای داخل شوی به مدرسه آماده می سازد. با طور دیگر گوییم عینی عنعنه پدرش را دوام داده در آغاز سال 4 تحصیلی 1893-1894 در مثال تعلیم و تربیه برادرش سید سراج الدین خواجه خود را به خدمت معلمی و تربیتگری طالب علمان تیار می کند که با سوادسازی سید سراج الدین خواجه این حقیقت واقعی را تصدیق می نماید. گذشته از آن گرچند مدرسه آریمجان خیلی میده بود
و در آن ملایان و طالب علمان دانشمند و شعر دوست و ادبیات دوست قریب به نظر نمی رسیدند، ولی چنانی در بالا گفته شد از بین باشندگان آن یگانه میرصالح بود که قدر و قیمت شعر و شاعری و ادبیات بدیعی را خوب می دانست. همان 3 کتاب کتابخانه او، دیوان حافظ و دیوان کمال خوجندی، اینچنین یک بیاض بسیار کلان او که در آن بیاض از شاعران گذشته و زمانی بیت‌های دلچسب را به خط خودش که خیلی زیبا بود نوشته مانده بود و آن بیاض ورق‌های خالی هم داشت که اگر بیت‌های تازه را از جای به دست درآورد در همان جاهای خالی می نوشت یکی از مأوا و سرچشمه و مأخذ ادبی عینی گشتند. همانجا جلد 7 صفحه 65. همین طور دیوان‌های حافظ و کمال خوجندی در حجره میرصالح موجود بوده، پس از پارچه‌های در دوره طفولیت و شباب در ساختری همراه پدرش مطالعه کرده، در برابر کتابخانه بای شریف جان مخدوم و کتاب‌های حجره بایرجی برای عینی سرچشمه گردیدند که با توسط آنها با میراث ادبی این دو شاعر بزرگ فارس تاجیک حافظ و کمال خوجندی باز هم زیادتر و بیشتر و مکملتر آشنا گردد. من بعدها به خاطر می آرد عینی هرگاه که به حجره او میرصالح می در آمدم به قدری فرصت از آن بیاض و دیوانها فایده می بردم. همانجا جلد 7 صفحه 65. عینی شناسان خیلی خوب می دانند که عینی این دو شاعر لیریکی عالم شمول را در دوام تمام حیات و فعالیت ایجادیش صمیمانه و به اندازه دوست می داشت. در رویه و سبک و اسلوب اشعار آنها غزلیات و مخمسات خود را ایجاد می کرد و در این ساحه بر رویه غزلهای آنها خواهش ایجاد نمودنی نظیر تضمین، جوابیه و تتبعات هم داشت. به فکر بنده یکی از سببهای چنین میل زیاد پیدا نمودن و ذوق به انتها داشتن ملا بچه صدرالدین را به غزلیات حافظ و کمال خوجندی عجب نیست که غیر از تأثیر پدرش و مکتب دخترکانه می بایست از مطالعه بی‌ایست و دائمی شعرهای آنها از روی همان دیوانهای در حجره میرصالح بوده جستجوی نمود. به طور دیگر گوییم یکی از سرچشمه و ریشه های اساسی مفتون غزل گردیدن به غزل سرایی مهر و محبت پیدا کردن و اگر خطا نکنیم آفرینش نخستین غزلهای عینی از همان سالهای فایده بری او از دیوانهای در دست میرصالح بوده حافظ و کمال خوجندی در سالهای 1892 1893 حساب می یابند. تبدلات فکری عینی در سال 4 تحصیل. فرضیه را به میان گذاشتن ممکن است که غیر از مشق‌های ایجادی در میدان شعرآفری سال تحصیل 1893 1894 را اینچنین سال نخستین شناسایی ملا بچه صدرالدین با اولین روزنامه‌های آن زمان که در قلمرو روسیه و بیرون از آن درج می گردیدند
شماریدن ممکن است. او یکمین بار در مدرسه آنیمجان ترجمان نام روزنامه را می بیند که اولین شماره آن 10 اپریل سال 1883 در باغچه سرای قریم در زیر تحریر سرور پنترکستان روسیه اسماعیل بیک غسپری به تب رسیده بود. غسپر محلی در شهر میسخار قریم که آن را حالا با عنوان گسپری نام می‌گیرند. روزنامه ترجمان را همسبق و شریک درس عینی میرقادر مخدوم که درس مختصر الوقایه را یک جایه با وی در نزد تقایش می آموخت، نخستین بار هم شخصا خودش مطالعه می کند و هم ذوق صدرالدین را به خواندن آن زیاد می نماید. میرقادر مخدوم خود را به همسبق و شریک درسش صدرالدین داننده زبانهای ترکی از جمله تاتاری قریمی وانمود کرده، از تابستان سال 1893 او را با مضمون مقاله ها در روزنامه ترجمان که نیمه‌اش به زبان تاتاری قریمی و نیمه دیگرش با ترجمه همه آن خبر و مقاله های تاتاری قریمی به زبان روسی درج می گردید کم و بیش شناس می نماید. با این روزنامه در بخارا آن سالها یکی از خویشاوندان نزدیک میرساری و میرقادر مخدوم سید احمد ریشکن که تاجری کتابها را کسب خود انتخاب کرده بود، هنگام خرید کتابها از دیگر کشورها آبونه مشتری می شود. سید احمد ریشکن خرید کتابها را از طرف روسیه، از تاتارستان، قریم، کافکاز، از ترکیه و از دیگر کشورها رواج داده. در یکی از سفرهایش وقتی به قریم می آید و به باغچه سرای شهر قدیم و پایتخت سابق آن وارد می شود، در آنجا به روزنامه ترجمان آبونه شده آن را به نام خودش با نشانه بخارا می نویساند. همین طور هر یک شماره روزنامه ترجمان به سراغ مشتری سید احمد ریشکن به بخارا فرستاده می شود. پس از آن که روزنامه ترجمان به حولی سید احمد ریشکن می رسد، در همین وقت میرقادر مخدوم بعضی از شماره های ترجمان را از خانه وی گرفته پنهانی به مدرسه می آورد و آنها را به صدرالدین نشان می دهد. صدرالدین ملا بچه در همین وقت با مضمون بعضی از شماره های این روزنامه شناس می شود و با همین واسطه از صحیفه های جداگانه آن از بعضی واقعه های عمومی روسیگی و عمومی جهانی آگاه و با خبر شدن می گیرد. خود عینی تصدیق می کند که تا شناساییش به روزنامه ترجمان، یعنی تا آغاز نیمه یکم سالهای 90 عصر 19، هیچ کدام از زبانهای ترکی عثمانی، ترکی آذری، تاتاری قریمی، تاتاری قزانی را نمیدانست و نمیفهمید. بنابراین معلم زبان ترکی او میرقادر مخدوم بود. میرقادر مخدوم دعوا میکرد که او در روزنامه خوانی های خیشش سید احمد ریشکن بسیار اشتراک کرده، آن زبان را ترکی را خوب از خود کرده است. بنابراین او آن روزنامه را جمله به زبان تاجیکی ترجمه کرده میداد. صدرالدین عینی کلیات جلد 7 صفحه 66. اما بعدتر عینی را معلوم می گردد که میرقادر مخدوم همچون معلم ادبیات جدیده او نه تنها مضمون و معنی کلمه های خارجی، حتی مضمون و معنی بیشتری کلمه های ترکی و تاتاری را هم نمیدانسته است. با گفت عینی او با واسطه جمله به زبان تاجیکی ترجمه کردن موادهای روزنامه ترجمان بیهوده وقت خود و وقتی مرا به این کار صرف می کرده است. صدرالدین عینی کلیات جلد 7 صفحه 67.
صدرالدین از همین سال 1893 سر کرده به واسطه شناسایی با روزنامه ترجمان با آموزش زبانهای ترکی و تاتاری آغاز می نماید و این زبانها را نیز خیلی خوب از بر می نماید. همانجا جلد 7 صفحه 67. با همین طریق فرضیه را به میان گذاشتن ممکن است که از سال تحصیل 1893 سر کرده با توسط آشنایی با اخبار و مقاله و موادهای روزنامه ترجمان، شناسایی تدریجی عینی با عقیده‌های پیشقدم و آزادخواهی روشنفکران ترک و تاتار و با عقیده و نظریه‌های ارتجاع پرستانه پنترکیزم و پن اسلامیزم که سرآغازش ترکیه عثمانی بود شروع می گردد که ترغیبگری مفکوره و مسلک آنها در کشورهای ترک زبان روسیه سروری پنترکان روسیه اسماعیل بیک غسپری و مخصوصاً روزنامه او ترجمان حساب می یافتند. از یک جانب مضمون و مندرجه مقاله، اخبار و موادهای سرشمار روزنامه ترجمان به صدرالدین ملابچه تأثیر کلان می رسانیدند. همین شناسایی، آشنایی و باخبری را با غایه‌های هم پن ترکیستی، هم پن اسلامی و هم قسماً معارف پروری و آزادی خواهی ترجمان یکی از پهلوهای بیداری عقاید سیاسی و اجتماعی، فلسفی و تاریخی، دینی و مذهبی، علمی و فنی و مخصوصاً ادبی و بدیعی صدرالدین از سال 1893 شماریم خطا نخواهد شد. اکنون عین شناسان را لازم می آید که بیواسطه به شماره های سرشمار ترجمان از سال 1892 تا سال 1914 شناس شوند تا که فهمند که کدام از مقاله، خبر و موادهای این روزنامه به این ملابچه بخارایی تأثیر رسانده اند و او را تدریجاً به سوی حرکت‌های پنترکیستی، قسماً پن اسلامی و بیشتر جدیدی راهنمون ساختند. شناسایی با روزنامه ترجمان با شوق و ذوق، میل و رغبت، خواهش و طلبات و مهر و محبت صدرالدین با احمد مخدوم دانش و شاگردان او شاهین، صحبا و امثال آنها، ادبا و علمای در مجلس و محفل حوری قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم یک گردیده، میل این ملابچه را از آخر سال تحصیل 1892-1893 به سوی حرکت معارف پروری زیاد می نماید. از جانب دیگر فعالیت روشننمایی و معرفتی تاجر کتابها سید احمد ریشکن در کار شناسایی روزنامه ترجمان در بین بخاراییان، اینچنین مطالعه این روزنامه از جانب خویش او میرقادر مخدوم و به واسطه او از جانب صدرالدین ملابچه در راه بیداری جهانبینی و شعور و تفکر جمعیتی، اجتماعی، تاریخی، اخلاقی، فلسفی و مخصوصاً ادبی و استتیکی عینی مدد کلان رسانیدند. غیر از این بعدها صدرالدین می‌فهمد که میرقادر مخدوم در هنگام خوانش روزنامه ترجمان و ترجمه موادهای آن نه تنها به معنی بعض عباره و کلمه ها و اصطلاح های گوناگونی خارجی، حتی معنی بیشترین کلمه های ترکی و تاتاری را خودش هم سرفهم نمی رفته است، ولی به همه اینها نگاه نکرده عینی او را معلم ادبیات جدیده من گفته معرفی می کند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 7 صفحه 67.
در برابر این ملا بچه صدرالدین در همان سال 1893 نخستین بار با توسط سید احمد ریشکن با شریف مخدوم معتصم با بعضی کتاب‌های چاپی در قلمرو امپریای روسیه و بیرون از آن درج شده و من بعد درج شونده نیز شناس می شود. او به کاری کتاب چاپکنی شریف مخدوم معتصم که در یکی از مطبعه‌های ترکیه کتاب‌های درسی عربی را تصحیح نموده به چاپ تیار می نمود بهای خیلی بلند می دهد. یا اینکه عینی مقام سید احمد ریشکند بر این بخاراییان پیش قدم و با معرفت را در ترغیب و تشویق انوار معارف و مدنیت خیلی بزرگ می شمارد. عینی همین لحظه ها را از حیات سید احمد ریشکند در یادداشت ها این طور به قلم داده است: نظر به قول میرقادیر او سید احمد ریشکند هر سال یک بار برای کتاب خریده آوردن به طرف روسیه تا قزان و به ترکیه سفر می کرده است و در آنجاها لباس اروپایی پوشیده ریش خود را تراشیده می گشته است و در بخارا که ریش خود را تراشیده گشتنی یک آدمی مسلمان ممکن نبود، او ریشش را کنده می گشته است. اما آدمانی بیرونه می گفتند که او دیوانه است و به بلای ریشکنی گرفتار شده است. عینی کلیات جلد 7 صفحه های 65-66. با تأکید عینی، شریف مخدوم معتصم در آن سالها در دایره اهل فضل بخارا یکی از فاضلان و دانشمندان زبردست حساب می یافت. به سبب عقل و ذکاوت و معرفت بلند داشتن شریف مخدوم معتصم، کتاب‌های در زیر دست وی چاپ شده به مدرسه‌های شرق شهرت پیدا کردند و کتاب فروشان بخارا هم با او علاقه بستند. همانجا جلد 7 صفحه 78 می نویسد عینی درباره این ناشر نامدار تاجیک و انتشار کننده تخم علم و معرفت در شرق اسلامی از جمله در قلمرو امارت بخارا. در آن سالها عینی چی از طرز زندگی و عملیات روشننمایی شریف مخدوم معتصم در دایره مدرسه های بخارا و دوستی و رفاقت او با شکربیک و هممسلکان وی و دیگران، چی از سبب پنهانی به ترکیه فرار کرده به خدمت یکی از مطبعه های استانبول به کار داخل شدنش و به کتاب چاپکنی مشغول گردیدن او هم با خبر بوده است و هم قسمی از کتاب های چاپ کرده او را مطالعه کرده بوده است. شما گفتار 30 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875-1899 در قرائت عبدالرشید خوجمکولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.